سرخط مهمترین خبرها. در گذشت یک زائر تاجیک در عربستان سعودی، پوتین شرطهایش برای قطع جنگ در اوکراین را نشان داد و همسر اسلام کریموف را به دادگاه کشیدند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 19 ایون است. یک زائر تاجیک در عربستان سعودی درگذشت. منابع رادیوی آزادی گفتند عبدالله شریپوف روز 18 ایون در شهر مکه وفات کرد. گفته می شود شریپوف گرفتاری بیماری دل بود. مرحوم ساکن ناحیه مسجد بود و 6 روز پیش برای ادای مناسک حج به عربستان رفته بود. مقامات درباره درگذشت این زائر تاجیک تا حال رسما خبر ندادند. سفر زائرین تاجیک برای ادای مناسک حج فرضی 10 ایون آغاز شده تا 20 ایون دوام می کند. سالهای گذشته نیز فوت زائرین تاجیک در سعودی اتفاق میافتاد. مقامات رسمی میگویند اهالی و مؤسسه های شهر و ناحیه های کولاب از شرکت برق تاجیک قریب 400 میلیون سومانی قرضدار شدند. بهرام حکمتزاده نماینده شبکه‌های تقسیمات برق به نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است از 391 میلیون سومانی قرض برق در منطقه کولاب 232 میلیونش را قرض اهالی تشکیل میدهد. به گفته حکمتزاده اداره آب و کاریز کولاب در یک ماه با مبلغ 280 هزار سومانی نیروی برق استفاده میکند، اما از 10 تا 20 هزار سومانی مبلغ میسپارد و خلاص. به قبل او مؤسسه روشندهی شهر در 4 ماه سال 2023 یگان سومانی پول برق را نپرداخته است. اظهارات مقامداران برق تاجیک درباره قرضداری به خصوص قرض اهالی بارها شبهه و گمانها را ایجاد کرده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هنگام ملاقاتش با رهبران کشورهای آفریقایی سندی را با نام سازشنامه درباره اوکراین بی‌طرف نشان داد. به گفته او این سازشنامه در آغاز جنگ در سال 2022 هنگام مذاکرات طرف‌ها در استانبول تهیه شده بود. او ادعا کرد که با عیب اوکراین این سازشنامه امضا نشد. مقامات اوکراین روسیه را یک کشور غاصب می‌دانند و بارها گفتند که به شرط‌های غصبکارانه این کشور راضی نخواهند شد. پوتین گفت سازشنامه درباره بی‌طرفی دائمی و تامین امنیت اوکراین از 18 بند عبارت است و در آن این نکته که اوکراین باید چه مقدار سرباز اسلحه جنگی داشته باشد ذکر شده است. پوتین گفت اوکراین از مذاکرات دست کشیده است، اما روز 16 ایون ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت تا زمانی که روسیه خاک این کشور را ترک نکند مذاکرات نخواهد شد. واخوری هیئت روسیه و اوکراین در استانبول در ماه مارس سال 2022 چند هفته پس از آغاز جنگ صورت گرفت، اما این مذاکرات بدون یگان نتیجه مشخص به انجام رسید. رهبران کشورهای آفریقایی که روز 17 ایون با پوتین ملاقات داشتند پیش از این به کیف رفته بودند. خبرگزاری رایترز نوشته است این هیئت تلاش دارد که مسکو و کیف را دوباره سر میز مذاکرات برگرداند. در شهر کولاب میخواهند قلعه را بازسازی کنند که بعد غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی ویران شده بود. باستانشناسان گفتند در دیوارهای درون و بیرون آن بازیافت‌های خزینه عامه و تخت جمشید نقش خواهند یافت. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کولاب. این دروازه کلون قلعه باستانی چرمگران پایان یا معروف به قلعه میریسر در کولاب است. احتمال می رود 100 سالها پیش در اینجا قلعه وجود داشت و آخرین صاحبان آن میران بودند. بعد غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی این قلعه را به نستی آورد. حالا میخواهند آن را برقرار کنند. بازسازی آن را اکادمیک یوسفشو یعقوب نظارت میکند. وی میگوید دستور از جانب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شده است. جناب گفتند که اگر سازیم یک چیزی سازیم که ماند نمونه. این همچون نمونه قصر 2700 سالگی یعنی ساخته می شود که امثالش در تاجیک زمین یعنی در آریا زمین نیست. قلعه قدیمه کولاب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود. در دیوارهای درون و بیرون آن بازیافت‌های خزینه عامه و تخت جمشید نقش خواهد یافت. اکادمیک یوسفشو یعقوب میگوید که بیننده قلعه سیر به تاریخ 2700 ساله و زمانی هخامنشی‌ها و کوروش کبیر خواهد کرد. اینچنین در بین قلعه میجمر یا آتشدان ساخته می شود که در جشن‌های صده و نوروز استفاده خواهد شد. در اینجا در مرکز یک میجمر بسیار کلان می سازند. این میجمر در روزهای صده نوروز فروزان می شود و باز در بالای اون برج ها در اونجا یک میجمر دیگر می سازند. در 4 طرف قلعه برج ها جای گیرند. از آنها می شود 4 طرف کولاب را زیر نظر داشت. تاریخ نگاران می گویند که قلعه میرنشین کولاب از این هم بلند بود.
қалъаи нав аз макони таърихии он 100 метр дур аст. баъди садсолаҳо мақомот талош доранд ки намунаи қалъаи чармгарони Кулобро барқарор намоянд. ҳоло дида мешавад 100 метр дуртар аз макони қалъаи асосӣ бунёди қалъаи Кулоб ҷараён дорад. мақомот мегӯяд ки 90% корҳо дар бунёди қалъа анҷом шудааст. дар баробари бунёди қалъаи Кулоб дар макони асосии қалъа ковишҳои бостоншиносӣ ҷараён доранд. дар ин ҷо чоҳи ғалаи қалъаро пайдо кардаанд. дар ковишҳои чанд соли пеш ҳам осори таърихии асри биринҷ кашф шуда буданд. ҳоло муаррихон мегӯянд ки чоҳи ғала онҳоро барои идомаи бозкушоӣ умедвор кардааст. ҳангоми кофткови археологӣ дастрас кардем, ин чоҳи калоне мебошад ки 160 ба 180 шакли чоҳи ғала, яъне барои захира кардани ғалаҳои аҳолӣ сохта шуда буд ва дар қисмати поёни он, дар қисмати яъне даҳам ярус 5 метрда дастрас кардем мо лахчаҳо ва хокистарҳое ки бевосита ба ҳамин чи рабт доранд. ковишҳои таърихӣ дар қалъаи қадимаи Кулоб аз соли 1990 шурӯъ шудааст. соли 2001 аз қалъаи Мири Сара баъзе осори таърихӣ мутааллиқ ба асри 1 милод дарёфт гардид. дар ин ҳафриёд дар чуқурӣ аз 2 то 4 метр шумораи зиёди зарфҳои замони юнонӣ бохтарӣ пайдо карданд. пас аз ин ҳукумати Тоҷикистон дар соли 2003 ба истиқболи 2700 солагии шаҳри Кулоб бо харҷи 500 000 сомонӣ даромадгоҳи қалъаро сохт. аз соли 2019 бунёди қалъа бо суръат ҷараён дорад. аммо гуфта намешавад ки токунун барои ин чӣ қадар пул сарф шудааст. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, қалъаи қадимаи Кулоб. متخصصان میگویند هوای گرم در تاجیکستان 2 روز آینده هم دوام خواهد کرد. از آخر هفته گذشته دمای هوا در بسیار منطقه‌های تاجیکستان یک بار بالا رفت. آژانس آب و هواشناسی خبر داده است که حرارت هوا در کشور تا 20 ایون بلند می شود. از جمله امروز 19 ایون دمای هوا از 40 درجه هم می گذرد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان هشدار داده است که از ساعت 11 تا 17 از برآمدن به کوچه خودداری کنند. کمیته همچنین از ساکنان خواسته است در وقت آبازی در کل و دریاها احتیاطکار باشند. در هفته گذشته مقامات از غرق شدن چندین نفر از جمله نورسان خبر دادند. پیوتر کریموف، پسر اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان، مادر اندرش تاتیانا کریمووا را برای تقسیم به قبل او ناعادلانه میراث به دادگاه کشیده است. قرار است شکایت پیوتر کریموف که در مسکو زندگی میکند در دادگاه یککسرای شهر تاشکند در روز 26 ایون بررسی شود. در پرونده نام تاتیانا کریمووا، همسر اسلام کریموف و پیوتر کریموف ذکر شده است، اما معلوم نیست که دعوا سر کدام میراث می باشد. پیوتر کریموف 54 ساله پسر اسلام کریموف از همسر اول او ناتالیا کوچما می باشد. اسلام کریموف از سال 1991 تا دم مرگش در سال 2016 ازبکستان را رهبری میکرد. بخش روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 ایون را فرا میگیرد. در اوج جنگ شهروندی ایالات متحده آمریکا 19 ایون سال 1862 کنگره امر کرد که در ایالات غربی این کشور غلامداری منع کرده شود. جنگی که میان شمال و جنوب ادامه داشت به قول تاریخ نگاران محض با سبب طرفداری و مخالفت این قلمروهای آمریکا به نظام غلامداری در کشور سر زده بود. پرزیدنت ابراهام لینکلن که طرفدار از بین بردن غلامداری بود، نهایت توانست در پایان جنگ به آزاد کردن همه شهروندان آمریکا موفق شود. ایون سال 2008 به خاطر بنیاد مجتمع قصر ملت یا قصر نو پرزیدنت تاجیکستان با قرار دادگاه در دوشنبه عبادتگاه یهودیان تخریب کرده شد. مارت سال 2009 دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان و رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده حوله محتشمه را در دوشنبه به جمعیت یهودیان تقدیم نمود که همکنون چون عبادتگاه و مکان معرکه ها استفاده می شود. بعد پاشخوری شوروی و جنگ شهروندی تاجیکستان ده ها هزار یهودی تبار به سمت اسرائیل، آمریکا و اروپا کوچ بستند و حالا تخمینا 50 نفرشان در کشور زندگی را ادامه می‌دهند. 19 ایون سال 2015 مجمع کل سازمان ملل متحد قطعنامه را قبول کرد که این روز را چون روز بین‌المللی مبارزه با خشونت جنسی در جریان جنگ تعیین می‌کند. هدف بالا بردن آگاهی از این جنایت مدهش و پیشگیری از خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌های بیشتر میباشد.
در روزهای اخیر قرب روبل روسیه در تاجیکستان کمی پایان رفته. ارزش دلار آمریکایی باشد بالا رفته. از صبح امروز 19 ایان در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 129 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1093 سومانی ارزش دارد. این قرب میتواند دوام روز تغییر یابد. قرب بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر از همراهیتان. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.